کنالک استرالی بلاف کرد گوجنک استرالی دکاری بو سردان سوریه بکه و هر سینوین خواه لکامپا الهول ببینه پشتیگو دایک و باوان دشرده لسوریه هاتن کشتن و اوزاروک سیوی مان. کنالا ABC یا استرالی هندک دیمنن جنا استرالی یا بناوی کارن نیتلتون بلاف کرد تده دیار دبو چاوا سردان سوریه دکه و لگل نوین خواه لکامپا الهول دجوه پشتیگو هول نوی به وگراوان بریا حکومت ولات خواه بسر نکد. بریا 6 سالان خالد شروف و تارانی تلتون گو کچا کارن نی تلتونه لگل 5 زاروکن خواه دو کر و 3 کچ بری خودان سوریه گو پشتره خالد و 2 زاروکن خواه دی ایریشه که امریکی ده سال 2017 ده هاتن کشتن گو بریاوی جی 2 سالان جناوی جی هاتبو کشتن. لگوری دیمنن گو هاتن بلاف کرن کارن دکاری بو بریا هرما کردستانه در باسی کردستان سوریه ببه و پشتی حولن دورو درج دکاری بو هر سی نوین خواه ببینه. لیتوی ودیتنه کارن هی نزانه گلو چاواوی بکاره نوین خواه ین بناوه هودا یا تمن 16 سالی و زینب 17 سالی و حمزه 8 سالی و هر دو زاروکن زینب عائشه 3 سالی و فاطمه 2 سالی جناوا کامپه درخینه. کارن گلک هولدان دا کونوین خواه برین فرمی و حکومی جی کامپا الهول درخینه. لی اویک به سود بوش برگو حکومت استرالی هین نرازیه گوان کسان لخوا بگره. Headed off with the girl.